دسر خوشمزه رو ببین، 9 تا از اینا فقط 34 کالری. نگاش کن. خوشمزه. مگه داریم 200 گرم ماست حالا کم چرب یا پر چرب تو بنداز، یه دونه تخم مرغ بشکن، یک قاشق پر آرد برنج یا آرد ذرت، بعد 3 تا 4 قاشق شیره انگور، شیره خرما، هر چی که دوست دارین بزنین، یا 4 تا قاشق شکر، بعد این توت فرنگی یا تمشک من ریختم بریزین توش، هم بزنین حسابی، بریزین تو قالبای کوچیک فر. تو قالبتون کوچیک باشه میتونین توی بزرگم بریزین، ولی بزرگ نباشه. بدین بره تو فر 180 درجه 25 دقیقه، بعد در میاد. وای، ولی من میذارم تو یخچال، این خنکش خوبه. خنک بشه بعد از 3 ساعت در میارم میچینم، برای صبحانم خوبه، برای دسر عالی، کم کالری، نوش جونتون، خوشمزه است.